خوش اومدی به قسمت سوم از مینی دوره رایگان محتوای فکر. امیدوارم این قسمت هم برات کاربرد داشته باشه و بتونه بهت کمک بکنه برای اینکه بتونی آرامش رو بیشتر تجربه کنی. توی جلسه قبلی در مورد این به توضیح دادم که اگر قرار باشه که یک رفتار رو نشون بدی خیلی به محرک ربط نداره، یعنی بهت گفتم که بیشتر افکار تو، پردازش فکری تو و احساسهای تو مرتبطن. اما یک کلمه دیگه رو میخوام این جلسه بهت بدم که کاملا توی تعاملاتت با دیگران هم از دیگران میبینی هم ممکنه خودت اینو داشته باشی. چیزی نیست جز نگرش. خب وقتی توی اینستاگرام یا هر جای دیگه از من یا حتی تو جلسات تراپی از من میشنوی که میگم که محتوای فکرتو بشناس، نگرشتو عوض کن، وقتی این کلمه ها رو داری میشنوی منظورم مستقیما تو این جلسه است که اگر این دوره رو کاملا داری میبینی فکر میکنم از بقیه دوستات باز جلوتر هستی. بازم یادآوری بکنم جزئی تر دونستن این موضوعات و تکنیک ها برمیگرده به اینکه تو بتونی تو اون 100 نکته 100 تکنیک اشتراک تهیه بکنی و 100 جلسه صدا، 100 جلسه ویدئو، 100 جلد کتاب رو مطالعه بکنی که اگه بتونی این کار انجام بدی میتونی کاملا مسائل خودت رو درمان بکنی. من صداها رو آماده کردم، کتاب‌ها رو آماده کردم، ویدیوها رو دارم ضبط میکنم که اگر ضبط بشه فکر میکنم ظرف چند وقت آینده بتونی ازش استفاده بکنی. البته بازم یادآوری میکنم مستلزم پرداخت هزینه است که حالا بهت خواهم گفت. البته بازم میگم خیلی هزینه‌اش از جلسات تراپی ارزان‌تر خواهد بود. بریم سراغ نگرش، بریم سراغ محتوای فکر. اگه من محرک رو بهت گفتم، محرک رو بذار کنار، اصلا از ذهنت دور کن. اگه من توی ذهنم یه سری فکر داشته باشم و به تبع اونا احساسی رو تجربه کرده باشم، افکار من و احساس من مجموعش میتونه نگرش من بسازه یا به عبارت دیگه محتوای فکر من بسازه. رفتار رو هم بذار کنار، یعنی میخوام رفتارتو فعلا نادیده بگیری، اتفاقاتی رو که توی زندگیت هم میفته نادیده بگیر، بچسب به این محتوای فکر، به این بچسب که نگرش من به دنیا و به خودم چیه، یعنی به خودم چجوری نگاه میکنم. بعضی از آدما نگرششون اینه که من آدم ناقصیم، آدم قد کوتاهیم، آدم کچلیم، آدم چاقیم، آدم لاغریم، آدم بگو، آدم معیوبیم، آدم مشکل داریم، من اعتماد به نفسم پایینه، هیچی نیستم، داغونم، معیوبم. وقتی یه سری از آدما با این محتوای فکر رفتار میکنن، طبیعتاً یا با این نگرش دارن رفتار میکنن، با این نگرش در واقع زندگی میکنن، تو رفتارشون هم چی میبینی؟ یا توی انزوان، یا توی مثلا فکر کن جراحیان، یا توی اتاقای عملن و ممکنه که دائما رفتارشون برای هضم این نگرش باشه. حالا کافیه یه محرکی رو هم تجربه بکنن، یه نفر بهشون بگه که موهاتو کاشتی، یه نفر بگه دماغت عملیه، یه نفر بگه دماغت چرا بزرگه، یه نفر بگه پوستت چرا اینجوریه و اینا تمام حسال درونی خودشون به هم میرسه. یه نگرش دیگه رو بهت بگم. بعضی از آدما ممکنه محتوای فکرشون، نگرششون به خودشون این باشه که من خیلی تنها، افکاری که تو ذهنشون میگذره تنهاییه، دائما فکر میکنن تنها هستن و بابت این تنهایی حس غم دارن، حس بیکسی دارن و طبیعتاً رفتارشون هم رفتاریه که خب میخوان از این تنهایی نجات پیدا کنن. یعنی توی فکرشون، محتوای فکرشون پر شده از تنهایی، پر شده از نبودن یار و فراق یار. یعنی اینا خیلی فکر نمیکنن به این که خودشون چه مسائل رو دارن تجربه میکنن، بیشتر به این فکر میکنن که چرا هیچکی نیست. کافیه تو محرک‌های زندگیشون هم توی زندگیشون وقایع یا محرک‌هایی رو تجربه بکنن که یه نفر طردشون بکنه، یه نفر بگه بالا چشم تو ابروس، یه نفر بگه من تو رو دوست ندارم. رفتارشون به قدری به هم ریخته میشه و هیچ وقت هم فکر نمیکنن من به خاطر طرز نگرشمه که دارم به این حرف اینجوری واکنش نشون میدم. یعنی ریاکشن هاشون برای هر محرکی ریاکشن های خیلی اغراق‌آمیز و فاجعه آمیزه. پس میخوام اینجوری در نظر بگیری که اگر یه جایی محتوای فکرتو به همت میریزه، بیشتر از این که در واقع بخوای با محرک بجنگی و بخوای یک رفتاری انجام بدی، باید محتوای فکرت رو اصلاح بکنی.